به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و شیرین و عجیب شروع میکنیم. گربه ها نگهبانان جهان روح‌ها. این کتاب بسیار جالبه و البته قول نمیدم که بتونید به راحتی پیدا کنید، ولی حتما تلاش خودتون رو داشته باشید تا این کتاب زیبا رو بتونید پیدا کنید و تا انتها بخونید. چرا نگهداری حیوان گربه توی کتاب‌های جادویی یکی از ماورایی ترین کارهاست؟ چرا برای گربه‌ها در متافیزیک این همه کتاب نوشتن؟ کتابی که مطرح میکنه گربه‌ها نگهبان‌های روح‌های این جهان هستند. کتابی به شدت ماورایی و جادویی از آقای جان راش هستش. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو کشفش کنید. گربه‌ها. یک راز. آنها شبیه هیچ حیوان دیگری نیستند. برخلاف سگ، گوسفند، بز، گاو، اسب و هر حیوان اهلی دیگری، آنها حیوان باری نیستند. شیر، پنیر یا ماست یا تخم مرغ تولید نمی کنند. مواد مخدر را بو نمی کنند و اینطور نیست. مواد غذایی حداقل در بیشتر فرهنگ‌ها در شرایط عادی، اگرچه چند استثنا وجود دارد. پس چرا آنها را در اطرافمان نگه می‌داریم؟ به علاوه ما حداقل در خانواده خود خدمتگزار آنها شده‌ایم. ما به آنها غذا می‌دهیم، پناهگاه می‌دهیم و جعبه‌هایشان را تمیز می‌کنیم. آنها را برس می‌زنیم و موهای زیادی را که ریخته‌اند با جارو برقی تمیز می‌کنیم. وقتی اسپری می‌کنند که نادر است و استفراغ می‌کنند که بیشتر است، مطمئن می‌شویم که آنها را در آغوش گرفته‌ایم. و عزیزان، مبالغ بسیار زیادی را برای ویزیت دامپزشک خرج می‌کنیم و ما این کار را با لبخند بر لب و آهنگی در دل انجام می‌دهیم. توضیح: برای این چیزی که ممکن است رفتار غیر منطقی تلقی شود، در اعماق زمان وجود دارد. و اولین و اولیه ترین اجداد ما از زمانی که نخستین ها در سیاره زمین بودند، گربه ها و اجدادشان وجود داشتند. ما با هم تکامل یافته‌ایم و اینجاست که منشأ بندگیمان به گربه ها بلکه ماهیت معنوی آنها را نیز پیدا می‌کنیم. با نگاه کردن به گذشته باستانی است که می‌توانیم ارتباط عمیق خود را با گربه‌ها و با بستگی نهایی ویژگی‌های معنوی خود به آنها شناسایی کنیم. ماهیت معنوی گربه‌ها از بسیاری جهات ما را منعکس می‌کند. پژواکی که بیش از 55 میلیون سال پیش ظاهر شد. کلمه روحانی در اشاره به افراد، مکانها و چیزها به کار می رود و برای اینکه بفهمیم در مورد گربه‌ها به چه چیزی اشاره می کند، باید کاربردهای مختلف این اصطلاح و سایر اصطلاحات مرتبط را در نظر بگیریم. تعریف روح به عنوان یک موجودیت. اول، روح به عنوان یک وجود دارد. وجود، موجودیت، خدا یا شیطانی که در تاریکی کمین کرده است. ارواح همچنین می توانند در افراد، مکانها و چیزهایی مانند تسخیر شیطان، معبد تبتی یا درخت زندگی کنند. همانطور که در مورد مردم بومی ساکن در شمال شرقی ایالات متحده وجود دارد. به عنوان مثال، سنکا درختی را پیدا می کرد. اغلب چوب باز. همواره با دعای تشریفاتی تنباکو را پیشکش می کرد و سپس چهره‌ای را روی درخت حک می کرد و بدین ترتیب روح آن را آزاد می کرد. سپس روح به شکل یک ماسک دارویی اسیر می شود که برای شفا استفاده می شود. برخی از این ماسک ها کاملا شبیه به هم هستند و تفاوت بزرگ آنها در شکل دهان است. زیرا از طریق دهان است که یک روح خاص
برای درمان یا نفرین کردن افراد صحبت می کند. برخی از این ماسک‌ها کاملا قدیمی هستند و هرچه ماسک قدیمی تر باشد قدرت بیشتری دارد. تشبیه در اینجا این است که با افزایش سن خود در بیشتر موارد به وجود می آید و این احساس به نقاب متصل می شود. این ماسک ها معمولاً تحت مراقبت شمنها هستند. موجودات روحی موجودات ماورایی هستند که تصور می شود با انسان ها به دو صورت مثبت و منفی تعامل دارند. ما همچنین از کلمه روح برای نیروی حیات حیوان یا فردی استفاده می کنیم که در هنگام بیماری، خلسه، تجربه های نزدیک به مرگ و هنگام مرگ از بدن خارج می شود. ممکن است این ایده نیروی حیات، روح فرد که بدن را ترک می کند اعتبار داشته باشد. گفته می شود که شمنها می توانند این انرژی را کنترل کنند، بدن خود را ترک کنند و پرواز کنند. اغلب با کمک موادی که ذهن را تغییر می دهد. تعریف روح به عنوان یک نگرش. دوم، روح همچنین می تواند به یک نگرش یا حالت روانشناختی مربوط باشد، مانند داشتن روح خوب یا داشتن روح کریسمس که در برخی موارد به تسخیر موجودات خوب نیز اشاره دارد. و سپس ارواح هستند که از مشروب فروشی خرید می کنند، مانند رام دیو. این ارتباط در واقع از کیمیاگران عرب ناشی می شود که هنگام جمع‌آوری بخارات در حین تخدیر بخار را به عنوان روح ماده در حال پردازش یا تخدیر در نظر می گرفتند. تعریف معنوی به عنوان جنبه‌ای از هستی. ثالثاً، معنوی که مربوط به شخصیت یا روح شخص است. جنبه غیرمادی حیوان، انسان و سایر حیوانات نیز هست. سپس یک روحانی مذهبی یک رهبر معنوی است که از آن بخش غیرمادی ما مراقبت می کند، مانند نیروی حیات که قبلا ذکر شد. همچنین موسیقی معنوی وجود دارد. به عنوان مثال موسیقی انجیل که در کلیسا یا جلسات احیا خوانده می شود که برای جذب طبیعت ماورایی ما طراحی شده است. موسیقی در بسیاری از سنت‌های مذهبی بسیار مهم است، زیرا می تواند به عنوان وسیله‌ای برای تماس با جهان دیگر از طریق آنچه که حالت تغییر یافته آگاهی که واقعاً آگاهی است نامیده می شود عمل کند. یکی از ویژگی‌های موسیقی اکتاو است. این زمان با فاصله بین آهنگ‌های صعودی یا نزولی است. نظریه اکتاو کیهانشناسی باطنی که توسط GL و همچنین گادلا تدریس شد نشان می‌دهد که جهان بر اساس تعادل هارمونیک ساخته شده است که در 7 چاکرا در هندویسم، کابالا، در یهودیت، درخت جهانی یا صلیب مسیحی، محور موندی که جهان به دور آن میچرخد. اساساً تمام اسرار جهان از طریق هارمونیکا به هم متصل میشوند. تعریف معنویت به عنوان جستجوی چیستی یا چیزی بشر. چهارم، معنویت از برخی جهات مانند روح است، زیرا به عنوان چیزی که شخص در خود، دیگران یا جهان جستجو می کند مفهوم سازی می شود. معنویت یک چیز خوب در نظر گرفته می شود، اما یک چیز خوب را می توان به روش‌های مختلفی تعریف کرد. برای مثال، شهادت و قتل به نام خدا ممکن است راهی برای ارتباط با چیزی بزرگتر از خود در نظر گرفته شود. تعریف مقدس یا مقدس به عنوان مرتبط با امور اخروی. مقدس به چیزی اطلاق می شود که به امور اخروی مرتبط است. برعکس سکولار خواهد بود. با این حال در تعریف من حیوان مقدس به حیوان اشاره دارد. مشخصات که به عنوان اخروی یا غیر تسخیر شده توسط حیوان انسانی تعبیر می شود. این است:
نه اینکه حیوان الزاماً پرستش شده یا مورد پرستش قرار گرفته باشد. کلمه مقدس با مقدسات بسیار مرتبط است. تعریف عبادت. کلمه عبادت اغلب برای توصیف رابطه ما با گربه ها استفاده می شود و این نیاز به توضیح بیشتری دارد. عبادت همانطور که مردم شناسان این واژه را تعریف می کنند شامل دعا، التماس و بندگی واقعی در برابر یک خداست. در یهودیت یهوه، مسیحیت خدای پدر یا یهوه و اسلام الله، شخص بنده خداست و به طور کامل از دستورات او پیروی می کند. وگرنه این سه خدا نه تنها شخصیت‌های پدری هستند بلکه همانطور که در یک نشریه قبلی ذکر شد شخصیت شیطانی دارند. تعریف کردن هویت با الهی. هویت با امر الهی در روایات شرکانه به جای بندگی بحث دیگری است. با هویت شما می توانید شدن الهی، من و پدر یکی هستیم. در سنت‌های توحیدی هرگز نمی توانید خدا باشید. وقتی اکثر محققان میگویند پرستش حیوانات واقعاً به آن اشاره می‌کنند، هویت با حیوان و رفتارها یا ویژگی‌های اخروی درک شده آن با استفاده از تعریف فوق پرستش حیوانات بسیار نادر است. تعریف احترام. تکریم اصطلاح دیگری است که در ارتباط با امر معنوی استفاده می‌شود، اما به احترام یا تقدیم به خدایان و الهه‌ها و همچنین به گربه‌ها و انسان‌ها اشاره دارد. حیوانات به عنوان نمادهای طبیعت هم خوب و هم بد. ما در استعاره صحبت می‌کنیم. ما اغلب به طبیعت اشاره می‌کنیم. به عنوان مثال قوی بودن مانند گاو یا اینکه همه ما کوه‌هایی برای بالا رفتن داریم. این اظهارات را نباید به معنای واقعی کلمه گرفت. ما هنگام توصیف دنیای خود از ویژگی‌های طبیعت استفاده می‌کنیم، مانند غروب گلگون خورشید. سپس چراغ‌ها روشن هستند و هیچ کس در خانه نیست یا نصف حباب خالی بودن وجود دارد. اینها همان چیزی است که ما می‌توانیم آن را استعاره‌های شهری بنامیم، زیرا آنها به فناوری متفاوتی متصل هستند که تا زمانهای اخیر در دسترس اجداد ما نبود. برای ایجاد چنین قیاس‌هایی به تجربه رنگ‌ها در طبیعت، رفتار حیوانات و پیچیدگی‌های فنی به عنوان نقاط مرجع نیاز داریم. به ویژه اگر بخواهیم تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذاریم. ما مردم را به عنوان حیوانات توصیف می‌کنیم. به عنوان مثال او یک موش است یا سگ یا او گربه است و با هر یک اشاره به برخی از ویژگی‌های رفتار حیوانات یا شاید حشرات یا گیاهان، یعنی شبیه بودن به یک حیوان پرگ کوچک یا گنگ مانند شلغم. اگرچه شلغم در دنیای خود بسیار باهوش است، آنها راه‌هایی برای توصیف تجربه و گفتن داستان‌های رنگارنگ هستند. چون این توصیف‌هایی به ما کمک می‌کنند تا تجربیات خود را با وضوح بیشتری به اشتراک بگذاریم، زیرا باز هم به عنوان نقاط مرجع کلی عمل می‌کنند. روح‌های دینی و مقدس بودن. شرایط روح، معنوی و معنویت با این حال به سطح دیگری از هستی اشاره می‌کند. چیزی که ما توسط آن تسخیر شده ایم یا با آن تسخیر می‌کنیم، یا از بعد دیگری می‌آید، یا شاید بخش خاصی از ما که در طول سفر خارج از بدن تجربه‌های نزدیک به مرگ یا مرگ بدن را ترک می‌کند. همچنین آن چیزی است که پنهان است، هرچند می‌دانیم که آنجاست. بسیاری از دانشمندان و دانشگاهیان اظهار می‌دارند که چیزی فراتر از آنچه ما تجربه می‌کنیم یا آنچه می‌توان در علم مادی اندازه‌گیری کرد وجود ندارد.
اگرچه بسیاری دیگر تردید دارند، زیرا تشخیص می‌دهند که وجود ما چیزی بیش از آن چیزی است که می‌توانیم اندازه‌گیری کنیم. نیروهای طبیعت به ویژه برای اجداد باستانی ما غالباً عوامل ماورایی در نظر گرفته می‌شدند یا توسط قدرت‌های ماورایی کنترل می‌شدند، به ویژه آنهایی که درک نمی‌شدند. برای مثال، چرا باران می‌بارد؟ سائقه از کجا می‌آید و قدرت حیوانات؟ این عدم درک در هنگام توصیف تجربیات و علل آنها به چیزی تبدیل می شود که ما آن را تفکر جادویی می نامیم. این روایت‌ها به این دلیل ساخته می شوند که ذهن اسرار را دوست ندارد و اسرار را می توان با یک داستان یا یک اسطوره حل کرد. برای محافظت روانی اگر بخواهید که به بقای ما کمک می کند. عبادت باز هم مربوط به فرایند تشریفاتی و اطاعت یا پیروی از دستوری است که توسط حضور الهی صادر می شود و از طریق فرستادگان خدا مثل کشیش، خاخام یا امام ارائه می شود. در طرف دیگر، همانطور که در بالا ذکر شد، مفهوم از هویت با الهی و در واقع الهی شدن. برای عبادت حداقل در تعریف من بین شما و خدا حائلی وجود دارد که در آن بخشش می‌خواهید. عمدتاً برای ارضاء طبیعت حیوانی خود، زندگی، سلامت، نسل و امنیت اقتصادی، نوعی که دو نوع دیگر را حفظ می‌کند. در فرقه‌های مسیحی اولیه شرکت کننده می‌توانست با عیسی همزاد پنداری کند و با او ارتباط برقرار کند. عیسی حداقل در تحلیل من و نتایج دیگران تجربه‌ای بود که با مصرف آن به دست آمد. آگاریک پرواز کنید، قارچ و فرایندهای آیینی پیرامون مصرف آن. پس از سال 325 این دین تبدیل به یک دین پرستش شد که در آن عیسی باید به یک شخص واقعی تبدیل می‌شد تا بتواند رنج بکشد، شهید شود و برای گناهان ما بمیرد. پس از 325 سال از میلاد دیگر نمی‌توانید خدا و عیسی باشید، فقط یک پیرو یا پیرو ایمان. آیا گربه‌ها الهی هستند؟ کلمه الهی اغلب برای توصیف گربه‌ها و سایر حیوانات استفاده می شود. کلمه الهی می تواند به عنوان یک صفت به یک خدا، مکان یا خصوصیتی که ممکن است شخص یا حیوان دیگری داشته باشد مربوط شود. بخشنده بودن اغلب یک ویژگی الهی محسوب می شود. زیبایی درک شده در طبیعت را می توان الهی دانست. گربه‌ها با این حال حیوانات الهی نیستند، اما هستند مشخصات که می‌تواند آنها را در آن دسته قرار دهد، مانند خورخور کردن یا حس شنوایی حاد آنها. آنها ممکن است به عنوان یک سیستم هشدار اولیه، به عنوان نگهبان برای کاهنان معبد یا برای کارگران در مزرعه که باید با عقرب‌ها و مارها مبارزه کنند عمل کنند. این سوال پیش می آید که اگر گربه‌ها الهی هستند، آیا گربه‌های هیولا نیز الهی هستند؟ گمان می کنم که اگر هیولاها را ماورایی در نظر بگیرید، در این صورت موردی برای الهی دارید. اما بعید است که اکثر مردم به جز یک شیطان پرست هیولاها را با استفاده از این اصطلاح توصیف کنند. در بررسی ادعای بسیاری وجود دارد که حیوانات خاص مرتبط با فرهنگ‌های مختلف را پرستش می‌کردند. اما پرستش حیوانات نادر است و هویت با ویژگی‌های حیوانی که این نویسندگان به آن اشاره می‌کنند، به نظر من هیچ چیز الهی و معنوی در پرستش خدایی که به بندگی او رسیده‌ای، یهوه، خدای پدر یا الله وجود ندارد. شناسایی با حیوانات مختلف چیزی است که ماهیت معنوی ما را آشکار می‌کند. جان
آراش با کاوش در ماهیت معنوی گربه‌ها به شیفتگی و ترس بشر از گربه‌ها در طول اعصار می‌پردازد. او باورهای معنوی و غیبی مرتبط با گربه‌ها را از اساطیر مایاها، آزتک‌ها و بومیان امریکا و همچنین از هند باستان، ساماریا، بابل، ژاپن و مصر بررسی می‌کند. از جمله اینکه چگونه مصریان باستان از گربه‌ها برای ارسال پیام به خدایان استفاده می‌کردند. او همچنین شباهت‌های بین احساسات گربه و انسان، ارتباطات گربه با ما و ارتباطات عمیق بین گربه‌ها و مدیتیشن را بررسی می‌کند. او نویسنده کتاب‌های بسیاری از جمله خالکوبی معنوی، 12 دروازه و قارچ در هنر مسیحا، همچنین ویراستار چندین کتاب و در توسعه فرهنگ مدیتیشن و متافیزیک است. امیدوارم خیلی از این کتاب لذت برده باشید. بیشتر از این منابعی در اختیار من نیست. امیدوارم اگر خوشتون اومده حتما جستجو کنید و این کتاب رو پیدا کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.